دلیل گریه‌های سیتا قاسمی در صفحات مجازی چی بوده است؟ آیا با واقعیت سیتا قاسمی از شوهر دومش هم جدا شده است؟ افشای حقایق و ناگفته‌های زندگی جنجالی سیتا قاسمی در کشور دبی و خیانت همسر عربیش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای جدید کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سیتا قاسمی یک تن از هنرمندان جوان، موفق و با استعداد کشور است. چهره شناخته شده در هنر موسیقی افغانستان. یک تن از هنرمندان بی‌بدیل و ناماشنای کشور است که در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت بسزایی دارد. دوستداران و طرفداران صدای سیتا قاسمی در میان افغانها حتی پاکستانی‌ها بیشمار بوده است. دختر خانمی است که تاکنون صورتش را جراحی زیبایی نکرده است. سیتا قاسمی در کشور آلمان زندگی می کرد، عروسی کرده بود، ولی مدت طولانی می شود از همسر اولش جدا شده بود و با فرزندانش زندگی خوب و آرامی داشت. اما تازه تصاویر سیتا قاسمی در صفحات مجازی نشر شد که وی با یک مرد پولدار در عرب ازدواج کرد. اما ازدواج سیتا قاسمی به صورت واضح و آشکارا نبوده است و حتی سیتا قاسمی این خبر را تایید نکرده است. اما این روزها تصاویر سیتا قاسمی با چشمان اشک‌پرش در صفحات مجازی نشر می شود که وی گریه دارد و از شوهر دومش هم شکایت کرده است. سیتا قاسمی یک مدت طولانی هم از هنر موسیقی به دور بود، ولی تازه آهنگهایش را در مناسبت عید قربان در تلویزیون جهانی آسیا موزیک نشر کرد که تاکنون بازدید میلیونی را از آن خود کرده است. ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند کشور خود از بارگاه عزت الایزال تمنا داریم. آرزوی زندگی سعادتمند برایش استدعا. عزیزان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان سیتا قاسمی به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.